سلام و عرض ادب خدمت شما. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من حسن هستم و امروز اومدیم با بازی BNMG، ولی همه ماشینا قفلشون باده. خب من الان این ماشین رو میدارم. میبینیم که این ماشین چه اتفاقی براش میفته. لدگار خب اسلو ترکید. بریم برای موستانگ. بریم چه اتفاقی براش میفته. اونایی که عاشق موستانگن این صحنه رو نبینن. واقعا صحنه غم‌انگیزیه. خب بریم برای ماشین بعدی. خب ماشین بعدی است مینی کوپه. مینی کوپه عشقمی. برو که ببینیم چه اتفاقی براش میفته. با سرعت 110 تا اسلو و چیکابون. سیگنال می‌بینیم. اگر انگشت سیگار تمام می‌باره چی شده؟ ولی گاز می‌خوره. هم گاز می‌خوره هم حرکت هم می‌کنه. عشق. خب بریم برای ماشین بعدی. خب اومدیم با ماشین پورشه، ولی 1975 این ماشین تولید شده. فقط هم کلن 25 تا ازش تولید شده. 25 تا با وزن 1 تن و 1149. 1 تن و 149